این مرد توی مسابقه خیابانی شرط بندی میکنه و به مبارزا میگه هر دو طرف 15,000 تا به من بدید و من 20,000 تا رو میزنم به جیب و با 10,000 تا براتون نوشمک میخرم. بعد میره سمت مبارزش و به اون میگه به محض گرفتن پولا میزنیم به چای. مرد این حرفو میشنوه میگه جقی اونا شاتگان دارن، اگه فرار کنیم دخلمون اومده. حتی قمه هم دارن که میتونن یه سوراخ گنده برامون طراحی کنن. مرد با دیدن روحیه بالای مبارز خوشحال میشه و تصمیم میگیره با روحیه مرد پولا رو بزنه به جیب. بعد از کلی چرت و پرت گفتن مبارزه شروع میشه و حریف مقابل اولین خطای خودش رو انجام میده. مرد به محض دیدن این حرکت پاچه مبارز رو میگیره، ولی شریکاش اونا رو جدا میکنن تا اینکه توی راند دوم مبارزه آماده میشن تا فن آخر خودشون رو روی همدیگه امتحان کنن. چون میکشمت.